خدمات گمرکی فرودگاه شهر کشینیوف یک شهروند تاجیکستان را بازداشت نمودند که تلاش داشته است بیش از 91,000 دلار آمریکایی و بیش از 15,000 یورو را پنهانی از کشینیوف به استانبول انتقال دهد. سامانه اسپرو خبر می‌دهد که این زن 51 ساله مقدار مبلغ‌هایش را در اعلامیه نشان نداده بود و از این رو به استثنای 10,000 یورو باقی مانده پولش مصادره شده. دادستانی مولداوا تحقیق جنایی عملش را آغاز نموده است. وقت‌های اخیر چنین حالت‌ها زیادند و اساساً مهاجران تاجیک اثنای بازگشت از روسیه به وطن با پولی بیش از معیار و اعلان نشده دستگیر می‌شوند. در اکثر حالت‌ها بازداشت شده بر علاوه گم کردن پول با زحمت زیاد به دست آورده‌اش با مجازات مالی و مأموری و حتی جنایی مواجه شده می‌توانند. با آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین، بانک مرکزی روسیه برای شخصانی که اقامه دائمی زیست در روسیه را ندارند، یعنی رزیدنت نیستند، ارسال پول توسط بانک‌های این کشور و خدمات انتقال پول را با امکان فرستادن یک معاش محدود کرده است. مهاجران تاجیک میگویند مجبورند که هنگام بازگشت به وطن با خود پول نقد ببرند. در این حال بهترین راه جلوگیری از هر گونه مشکلی آموزش دستورالعمل‌های مربوط به صادرات پول است. مثلا هر نفری که از روسیه بیرون می شود حق دارد مبلغ معادل 3,000 دلار را بدون اعلامیه یا خود دکلاراسیون به خارج برآورد. وقتی مقدار مبلغ صادر شونده هم ارزش از 3 تا 10,000 دلار را تشکیل می دهد، نشان دادن سندی درباره سرچشمه این پول ضرور است. بانک مرکزی روسیه تا ماه مارس سال 2023 برای شخصان واقعی هم رزیدنت ها و هم غیر رزیدنت ها برآوردن بیش از 10,000 دلار و یا مبلغ معادل آن را منع کرده است. و قبل حقوق شناسان هر کسی این قانون روسیه را ویران می کند با جریمه، جزای مأموری و یا 2 سال حبس مجازات می شود. مادام سخن از صادرات و واردات پول می رود، باید خاطر نشان کرد که ورود پول به تاجیکستان هیچ محدودیتی ندارد. فقط شخصان واقعی باید طلبات قانونگذاری گمرک جمهوری تاجیکستان را رعایت کنند. اگر شخص واقعی با پول بیش از 3,000 دلار به تاجیکستان می آید و تخمین می کند که مقداری از 3,000 دلار بیشتری آن را با خود به خارج می برد، باید آن را در دکلاراسیون ثبت نموده هنگام ترک کشور آن را دوباره به خادمان گمرک نشان دهد. در یک پیام به رادیو آزادی، معاون سردار خدمات گمرک تاجیکستان خورشید شیرعلی زاده یادداشت کرد است که اثنای برآوردن پول نقد از کشور، شخص واقعی باید این دستورها را اجرا کند. برآوردن مبلغ همارش تا 3,000 دلار ممانعت ندارد و دکلاراسیون ضرور نیست. برآوردن مبلغ همارش از 3,001 تا 10,000 دلار با اعلامیه و یا دکلاراسیون به پیشنهاد نمودن حجت‌های تصدیق کننده سرچشمه این ثروت ضرور است. و برآوردن مبلغ همارزش زیاده از 10,000 دلار با اعلامیه و یا دکلاراسیون و حجت‌های تصدیق کننده سرچشمه این ثروت برای صادر نمودن آن از جمهوری تاجیکستان حتمی و ضرور است. خلاص هر کشوری عالم ورود و صادرات پول نقد را بر اساس دستورهایش ترتیب داده است و یگانه راه حفظ پول از مصادره در گمرک اجرا نمودن تقاضای دولت میزبان است.